از این به بعد سعی میکنم یه سری ماشینا که تو بازار مصرفی و خرید و فروش معمول جایی ندارن و بیشتر جنبه عشقی و ماشین بازی دارن رو یه سبک دیگه بررسی کنم. از مرسدس بنز 230 ای مدل 1980 شروع میکنیم. من سالار با این سری معرفی و بررسی ها همراه باشید. خب این دفعه اومدم سراغ یه ماشین قدیمی متعلق به صاحب الفبای خودروسازی دنیا، مرسدس بنز آلمانی، و این طراحی خیلی باحال. نگاه کنین چقدر کشیده، چقدر متوازن، و طراحی 40 سال پیش. مرسدس بنز 230 ای مدل 1980 که معروفه به بنز دانشجویی. حالا قضیه بنز دانشجویی چی هست؟ شما فکر کنین که مثلا 20 سال دیگه به سانتافه بگن چون مهندسا زیاد استفاده کردن، مثلا حالا بهش بگن هیوندا مهندسی، یا مثلا چون مدیرا زیاد از سری 7 همون 730 مدل بالای الان خوششون اومده بهشون بگن بی ام و مدیری. هرچند بین خودمون باشه، ماشین آقای مهران مدیری هم 730 هست، ولی به اینم همینجوری اسم گذاشتن. اون موقع چون ماشین ایام بود خیلی سخت میشد این ماشین رو داشته باشی به خاطر قیمت و شرایط بالاش. یه سری از دانشجوهایی که خارج رفته بودن اومدن این ماشین رو با خودشون موقعی که برگشتن ایران گرفتن و اسمشون شد بنز دانشجویی، یا مثل نسل قبلی این W114 و W115 که اون هم بنز معماری بود، چون معمارا و پولدارا بیشتر میتونستن بگیرن. حالا این ماشین هم کد اتاق W123 هست. زیاد توضیحات دیگه نمیدم، به جزئیات این ماشین نگاه کنین و به نحوه ساختش. من باش رانندگی کردم، فوق العاده نرمه، سیستم تعلیق جالب، اصلا راحت. و این بج مرسدس بنز اینجا که میبینین واقعا حس و حال عجیب غریبی بهتون میده پشت فرمون. حتما بهتون نشون میدم رنگ جذاب و دیدنی این ماشین. و بریم سراغ جزئیات. از همینجا شروع کنم. نگاه کنین این سوراخو اینجا گذاشتن. این برای وقتیه که شما میخواین جک بزنین به ماشین دیگه زیر نمیگردین. جکش جوریه که به اینجا وصل میشه، جلو و عقب هر دو طرف، و به این شکل راحت بدون ضربه به زیر ماشین بالا میاد. یه چیز دیگه که من دیدم اینجا، ببینید ونت داخلی ماشین از اینجا خروجی داره، از این پشت در ردیف عقب. فوق العاده جزئیات جالبی تو این ماشین بهش دقت شده. و اینم جعبه کمک‌های اولیه است. پشت که گذاشتم پشت ردیف عقب، جعبه کمک‌های اولیه. این کلاس ای هست. البته این ماشین کد 220 230 280 انواع موتورهای بنزینی و دیزل هم داره که این ماشین نسخه 230 هست و من که واقعا لذت میبرم همچین ماشینی. بریم سراغ کاپوتش. دقت کنین 40 سال پیش به جای اینکه بیان همینجوری مثل ماشین حتی اکثر الان یه میله بذارن برای کاپوت و اینجور چیزا، این سیستم فنر رو نگه دارنده رو گذاشتن که دیگه لازم نباشه. و اینه که آلمانیا رو متمایز میکنه از ما بقیه کمپانیا و موتور سفید هستین. موتورهای کاربوراتی که روی این سری بودن بهشون میگفتن موتور سفید. اونایی که انژکتور بودن این قسمتشون مشکی رنگ بود و بهشون میگن موتور مشکی. موتور این ماشین کاربورات هست. قشنگ من جای خالی یه موتور حداقل 6 سیلندر یا 8 سیلندر رو اینجا احساس میکنم. ولی دیگه این ماشین نسخه 230 هست، فوق العاده جالب. و اینو بهتون بگم تقریبا 80% این ماشین فابریکه، دو رنگ این ماشین ولی قطعاتش فابریکه. از جزئیاتش بهتون میگم که ببینین قضیه چی هست. این لاستیک دوره در رو نگاه کنین، مرسدس بنز کلا روشه با کدش. و زیرپایی‌ها نگاه کنین داخلو فوق العاده جالب. و رودری که قابل توجه خودروسازای الان نگاه کنین قشنگ همش پد چرم، اصلا هیچ پلاستیک خشک و داغونی توش نیست. فقط این قسمت نگه دارنده یا حالا بگیم محفظه است که اصلا مهم نیست، ولی کلا نرم
و ماشین چون فابریکه حتی دستگیرهای درش هم اصلا دستکاری نشده، هم مال خودشه، همه چی. از عقب شروع میکنیم که شما قشنگ ببینیم داستان چی هست. جاسیگاری که اون موقع گذاشتم برای ماشین، حتی جاسیگاریش هم کرومکاری شده اینجا، دقت کنین. و برای همینی که مرسدس بنز اینقدر جذابه برای مردم. موکتی که اینجا نگاه کن، موکت فابریکش هست واقعا، صندلی همشون فابریک بدون روکش بدون هیچی و نرم. فنر داره زیر صندلی ها، دقت کنید زیرشون فنر هست و اصلا اذیت نمیکنه. این قسمت سقفش رو نگاه کنین، سقف پارچه‌ای و داشبورد ماشین، دقت کنین جزئیات داشبورد ماشین. این چهارپری که برای درچه کولر گذاشتم مرسدس بنز هنوزم داره ازش استفاده میکنه توی بعضی از نسخه‌هایی که الان داره تولید میکنه و توی ماشین‌های حتی لوکسش هم داره این ستاره چهارپر رو به کار میبره توی درچه کولر. به هر حال امضای مرسدس بنز این سبک طراحی، این خطوط به ظاهر لوکس و پشت فرمون، نگاه کنید فرمونش هم فابریک این ماشین بعد 40 سال به همین شکل مونده و سیستم تهویه‌اش اینجا. این ماشین کولر نداره، سانروف هم نداره و بعضیاشون که حالا نسخه سفارشی دیگه بودن، بعضیاشون کولر دارن سانروف ندارن، بعضیاشون برعکس سانروف دارن کولر ندارن. نگاه کنین چقدر خوب مونده این ماشین و چقدر همه حتی اینم نگاه کنین نرمه، اصلا متریال خشک این قسمت ها به کار برده نشده. خیلی جالبه. و گیربکس 4 دنده دستی، گیربکس اتوماتیک هم دارن که این نسخه دستیش هست، حالا 4 دنده و 5 دنده هم با هم داره. حتی این قسمت رو نگاه کنین اینجا نرمه، درسته این سقف و شلان چون مال اون موقع دیگه این تکنولوژی و این نحوه ساخت نبوده. یه چیز دیگه بریم سراغ جلو. صندلی چرم و پارچه که فوق العاده نرم و باحاله و اصلا اذیت نمیکنه، یه جنس خیلی خوبی داره. این قسمت همش با کیفیت، نگاه کنین اصلا نیومدن اون موقع بگن تکنولوژی نیست فلان نیست و الان اینه که دارن گدابازی در میاره این کمپانی‌ها، واقعا باید تأسف خورد براشون. همین سیستم چراغ آلمانیا سمت چپ و ترمز پارک پایی این قسمت که با اینجا اینجوری از حالت پارک در میاد و تنظیم چراغ نگاه کنین، ماکسیمایی که بررسی کردم اینو ازش حذف کردم متاسفانه. و صفحه کیلومتر 185,000 تا. ببینید این نشانگر اینه که اینجا هستن مال دنده عوض کردن، اینجا دنده 1 رو میدیم به 2، این 2 به 3، این 3 به 4. برای این گذاشتم، حالا برای موقعی که شما بخواین پرگاز رانندگی کنین. فوق العاده حس باحالی داره این ماشینا رو، فقط عشق میخواد که نگهشون داره. فوق العاده هم این ماشین خوب نگه داشته شد، نگاه کنین چقدر تمیزه، آدم کیف میکنه. اصلا زدگی و خوردگی و خیلی سلیقه توش به کار برده شده. و صندوقی که نگاه کنین بازم صندوق نگه دارنده داره، واقعا حسرت باید خورد و افسوس باید خورد به حال خودروسازی الان. حتی این بج خودش هم فابریک مونده، به زبون آلمانی نوشته شده و داخل صندوقی که چقدر با کیفیت، نگاه کنین خیلی خوب مونده. مثلا این ماشین آدم لذت میبره، ماشین کلاسیکو اینجوری نگهداری کردن. و این قسمت هم زاپاسش خیلی بالا. و یه چیز دیگه شما نگاه کنین صندوق اینجوری نگه میدارین بسته شد، اصلا لازم نیست شما تق بزنین ببندین. واقعا آدم لذت میبره، آدم کیف میکنه از اینکه ماشین رو به این نوعی میبینه. کرومکاری دور شیشه عقب ببینید، اون موقع دیگه کرومکاری نشونه توجه به اغنیا و ثروتمندان بود و اینکه ماشین رو اینجوری زرق و برق میدادن. کروم این روی این خط دور پنجره ها اینجا 2 ردیف هستن کروم به کار بردن. نگاه کنین یه بار این، یه بارم دور خود درا و حتی دور این شیشه جلو هم نگاه کنین کرومکاری. کلا خیلی طراحی بالی داره این سری نسبت به سری
114 و 15 چون چراغش یکم کوچیک‌تر شد، یکم ظرافت طراحی توی جلو بیشتر شد، خیلی جذاب‌تر شد به نظر من، هرچند که اونم باز یه حس و حال خاص خودش رو داره و بریم سراغ رانندگیش ببینیم که چه حسی میده بهمون. فرمونش به حدی نرمه، به حدی باحاله که آدم کیف میکنه. اصلا از فرمون شاید بگم 70% ماشین‌های بازار فرمون هیدرولیکا نرم‌تره. خیلی جالبه این و کیفیتی که این فرمون هنوزم داره. اینکه انتظار داشته باشیم مثل ماشین‌های امروزی صدا نیاد داخل کابین اصلا یه چیزه به نظر من بی‌معنیه. این ماشین مال 40 سال قبله و اصلا از این خبره نیست داخلش، اما فوق‌العاده ماشین نرمیه. سیستم تعلیق عجیب غریب نرمی داره به نسبت این سن و سال این کلاس ماشین و اصلا شما احساس ناراحتی نمی کنین. یه حس خیلی بالا داره. این ماشین رو باید با سرعت 60 برین رانندگی کنین و اینجوری این بج و جلو ببینین، یه دونه آهنگ استاد غلامحسین بنانم روشن کنین و تموم. از 60 بیشتر حیفه برای این ماشین، اصلا حس نمیده. ببینید چقدر جذابه این لوگوی مرسدس بنز این جلو، یه حس قدرت، یه حس خیلی خیلی خوب به آدم القا میکنه و گیربکسی که جالبه بعد این همه سال هنوزم تعویض دندش خوبه، خیلی جالبه و آدم لذت میبره از اینکه این حفظ کیفیت. ای کاش شرکت ها نمیزدن تو فاز مصرف گرایی و همینجوری مثل دهه 80 و 90 محصولات با کیفیت تولید میکردن که ما مجبور نباشیم اینقدر تو سر ماشین رو بزنیم. واقعا این لذتی که من از سواری این ماشین میگیرم از خیلی ماشین امروزی نمیتونم بگیرم. صحبت آخر این که این ماشین فروشی هست و مالک این ماشین گذاشتنش برای فروش. قیمتش هم ظاهراً 195 میلیون تومان گذاشتم اونجوری که من فهمیدم. ماشین دو رنگه ولی فوق العاده سالم، همه چی فابریک اونجوری که تو فیلم دیدین. امیدوارم از این بررسی جدید و حس و حال خوب لذت برده باشین. اگه صحبتی، پیشنهادی، انتقادی چیزی هم هست حتما بگین. روز خوبی داشته باشین. مثل همیشه بدرود.